یکی در این مورد مولوی صاحب این ناخن نگرفتن و مویا نگرفتن از بدن این ضروری است. اگر کسی کار کرد گناه صغیره است یا کبیره، لعنتی الله سر تو و مسلمان نشود. یک روز صحابی به پیغمبر نگفت که یا رسول الله این سنت است یا فرض است یا واجب است. یک روز عملی که از طرف الله و رسول الله برای تو فرمان داده شود بعد از تو کنج کام کرده رایستی. اگر سنت بود هیچ ارزش کشی نداره. در سلمانی رفته آینه را سعی کرده رایستی که خدا زیبا و خوب بکنی. تو امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قدرش میدونی؟ تو منع پیغمبر علیه السلام کی قدرش میدونی؟ از الله بترس. گناه اگر از این حیثیت بگیریم که اینی گناه است، گناه است. اگر از این حیثیت بگیریم که نافرمانی خالق هم است، نافرمانی الله هم است، معبود هم است، این گناه هیچ به کدام حد میرسه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صحابه خطاب کرد، گفت شما در زمان قرار دارید که به اندازه پشه گناه را کو بشمارید، ولی روزگاری میآید، زمانی میآید که گناه مثل کوز خب پیش مردم مثل پشه معلوم میشه. امروز همون زمان است. سوال از این میکنه که گناه کبیره است یا صغیره؟ لعنت الله سرت نمیشه. یک روز یک صحابی پیغمبر نگفت که یا رسول الله یک گناه است کبیره است یا صغیره؟